چون خیانت شده به مردم. جناب آقای دادستان، حریم لاک‌پشت‌ها که محیط زیست منطقه‌ای که مدیرشان آقای داخته هستن ارتباط گرفتیم. آقای داخته به جدیت گفتن که اینجا اگر حتی 10 طبقه هم ساخته باشه خیالتون راحت اینجا تخریب میشه. یه طرح‌هادی بخوان یا جای تعریفش بکنه هیچ ربطی به شورای دیاری نیست. خودشون دستگاه مربوطه به اونجا تصمیم بگیرن و بعد تا داخل بنیان مثلا تحویل دیاری که آقا اینجا داخل طرح‌هادی مثلا این فضای ورزشی، این فضای مسکونی، این فضای تجاری. چرا فضای عمومی رو به مسکونی تبدیل یعنی عموم؟ یعنی شما به عنوان اینکه متولی این روستا بودی وقتی اینجا تغییر کاربری میخواست انجام بشه با این شرایطی که داشت اینجا فضای عمومی مخالفتتون رو اصلا نزدید؟ اصلا خاصه که بخوام امکانی نیست. آقای دکتر دارم میسازن گفت دیگه از چارچوب من خارجه چون اونجا دیگه از فضای ما از دست ما خارج شده و هر کاری کردن شورا و دیارتون با بنیاد و غیره باید 12 تا ارگان استعلام بگیرن. خود شورا و دیار میدن پیشنهاد به بنیاد که اینجا تغییر کاربری ایجاد میشه یا نه و به پیشنهاد ایشون میتونن تغییر کاربری رو انجام بدن. ولی 12 تا ارگان باید ازشون استعلام بگیره. ما منابع طبیعی رفتیم، محیط زیست شهرستان رفتیم، خود گردشگری رفتیم، اینا رفتیم گفتن از ما هیچ استعلامی گرفته نشده. هرچی بوده بین شورا و دیارتون بنیاد هست و رئیس مستقلات اصلا و این ظلم در حق مردم خودبراز و لاک‌پشت‌های کوزه آقابی شد.